حوصلتون سر رفته و نمیدونین چیکار کنین؟ بیاین یه سری به روم باستان بزنیم تا ببینیم سرگرمی اونا چی بوده. شاید ما هم بتونیم انجام بدیم و سرمون گرم شه یکم. باید بگم که امپراتوری روم رکورد طولانی ترین امپراتوری رو تو طول تاریخ داره. نباید دست کم بگیرینش. نزدیک به 2000 سال دوام آورد و از حق نگذریم سهم زیادی تو زمینه‌های اجتماعی، هنر، زبان و علم داشته. شاید تعجب کنین ولی هنوزم رد پاشون تو دنیای مدرن هست. مثلا ریشه بعضی کلمه‌های حقوقی رو ردیابی کنیم به روم باستان میرسیم. به پادشاهی فکر کنید که هم خیلی زیبا و هم قدرتمند بود. میتونین تصور کنید که زندگی این پادشاه چطور بوده؟ اونم پادشاه بزرگترین امپراتوری. تفریحش چی بوده؟ البته مطمئنم یه حدسایی میزنین که بوق داره، ولی عجله نکنین، الان با هم کاملا بازش میکنیم. امپراتوری روم طولانی بوده، خیلی هم طولانی بوده. به همین خاطر علایق و سرگرمی‌های همه پادشاهاشون یکی نبوده و ما اینجا کلیات رو خدمتتون عرض می‌کنیم. یه نگاه به خودمون بندازیم. سرگرمی بچگی ما چی بود؟ با تفمون حباب درست می‌کردیم یا با خار تیرکمون می‌ساختیم. حالا فقط یه نسل بعد از ما، یعنی این گودزیلاها، چی کار می‌کنن پدر سوخته ها؟ حالا مقایسه کنید که یه امپراتوری 20 سال قبل از میلاد بوده، یکی دیگه سال 800 میلادی، یعنی 800 سال بعد از میلاد. میخوایم بریم تو اصل ماجرا. مردم عادی از شرکت تو فعالیت‌هایی که امپراتورها هم اونجا حضور داشتن لذت می‌بردن. یکی از نمونه‌های بارز اون تئاتر و شکل‌های دیگه‌ای از اجرای نمایش بود. طنز هم تو این نمایش‌ها رایج بود، البته بیشتر برای طبقات بالای جامعه. امپراتورهای زیادی علاقه‌مند به تماشای تئاتر بودن و گاهی خودشون رو تو بازیگری هم تست می‌کردن. نرون امپراتور روم بود که هممون اسمشو تو کتابای دینیمون شنیدیم و به ظلم و حماقت مشهور بود. اون تو دوران سلطنتش به بازیگری علاقه داشت و تو نمایش بازی می‌کرد و نقش اصلی رو هم برای خودش کنار می‌ذاشت. انگار می‌خواست اسکار بهترین بازیگر نقش اول رو داشته باشه. همونطور که گفتیم رومی‌ها از تئاتر لذت می‌بردن ولی جایگاه خیلی پایینی برای بازیگرا قائل بودن. بهتره بگم حتی پایین‌تر از روسپیگرا. مردم اعتقاد داشتند که بازیگری کار پست و غیر اخلاقیه، ولی از کاری که بازیگرا انجام میدادن لذت میبردن. این دیگه ناجوانمردیه. البته ناگفته نمونه، همین الان هم نمونهشو داریم. روک و راست و خودمونی بگم، مردم از پورنوگرافی لذت میبرن که اگه نبرن این همه پیشرفت نداشت این شاخه هنری. اما ستاره های پورن رو تحقیر میکنن. چرا آخه؟ بندگان خدا رو چیز میکنین؟ بگذریم بریم سراغ یه دونه خشن‌ترش. نمایش های مرگبار. کلیسیوم محل برگزاری این نبردهای مرگبار بود. این نبردها بخشی از فرهنگ رومی هاست. مردم از تماشای کشته شدن دیگران لذت می بردن. عجب آدمایی بودن. حالا جالبتر اینه که وقتی به دلایلی روحیه مردم تضعیف می شد، امپراتورای روم دستور برگزاری این بازی ها رو می دادن. یعنی قتل ببینی روحیت بره بالا. فکر کنم از این جهت روحیه آدم میره بالا که میگی خدا رو شکر حداقل من زنده ام. نمونهشو تو ایران خودمونم داریم و میگن به مرگ بگیر به تب راضی شه. مشهورترین امپراتور روم که از تماشای نبردهای گلادیاتورها لذت میبرد کالیگولا نام داشت. کالیگولا به دلیل رفتار وحشیانش بدنام بود. در طول زندگیش تو بیشتر نبردها حضور داشت و باعث میشد تا این ورزش بیشتر بشه. بازنده ها رو یا تو ملأ عام میسوزوندن یا با سگ‌های درنده تو گودال مینداختن. همش هم به خاطر لذت بردن جناب کالیگولا. رابطه جنسی زیاد. امپراتورای روم به رفتارهای عجیب و افراطی در رابطه با بدنشون معروف بودن. مثلا همین جناب کالیگولا که علاقه به خشونت داشت، به هرج و مرج جنسی هم شهرت داشت. اون با همسر مقامات دربار رابطه جنسی برقرار می‌کرد و به این قضیه افتخار می‌کرد. آخه لامصب چرا؟ کلاً روحیات عجیبی داشتن این جناب.
حتی ادعا شده که اونقدر میل شدیدی به روابط جنسی داشته که حتی با خواهرش هم. بله. با این حال بعضی کارشناسا میگن این ادعاها خیلی اغراق‌آمیزن. حالا هرچی بوده پشت سر مرده حرف نزنیم، بی خیال. نتیجه این که تعداد زیادی از پادشاه‌های رومی از انجام فعالیت جنسی لذت می‌بردن. از تفریحاتشون بوده، ما سانسورش نکردیم ولی شما نشنیده بگیرینش. غذا خوردن. شاید باورتون نشه ولی عشق به غذاها و نوشیدنی‌های لذیذ یکی از چیزایی بود که امپراتورای روم رو متحد کرد. حتی مهمترین علت اتحادشون بود. عجب آدمای شکم پرستی بودن. رژیم غذایی امپراتور گوشت، شراب، میوه‌ها و سبزیجات بود. علاوه بر این، امپراتورای روم به دلیل این علاقه‌شون جشن‌های مجللی برای مقامات و حتی مردم برپا می‌کردند. خلاصه خیلی هم تنها خور نبودن. توی این جشن‌ها مهمونا با انواع خوردنی‌های لذیذ و مجموعه‌ای کامل از شراب‌های گرون قیمت پذیرایی می‌شدن. از اونجایی که مواد غذایی تو اون دوره خیلی زیاد بود، بخش قابل توجهی از اون دور ریخته می‌شد. بذل و بخششش می‌کردین دیگه، حیف و میل چرا آخه. امپراتورای روم از خوردن گوشت خوک که معمولاً به شکل سوسیس بریان شده بود، با شرابی که با عسل شیرین شده و با آب رقیق شده بود لذت می‌بردن. عجب دستور پختی دادم. با گسترش امپراتوری روم با توجه به این علاقه‌شون شروع به تجارت ادویه‌های عجیب و غریب کردند. به همین دلیل روش‌های آشپزی مردم تو طول زمان تکامل پیدا کرد. یعنی ممکنه قرمه سبزی رو مدیون اونا باشیم، کسی چه میدونه؟ امپراتورای روم به ادویه‌ها علاقه داشتن، پس مقدار زیادی تو غذاهاشون میریختن. سس گاروم یکی از عجیب‌ترین خوردنی‌های روم باستان بود که از خون و محتویات شکم ماهی و ادویه‌جات مختلف به دست می اومد. هر چیزی که می‌خواستن رو داشتن. زندگی یک امپراتور روم در مقایسه با زندگی یک شهروند معمولی رومی فوق‌العاده منحصر به فرد بود. خیلی از مردم نمیتونستن به سرگرمی فکر کنن. خیلی ها هم توانایی مالی استفاده از غذا یا بازدید از تئاتر رو نداشتن. کلاً یه جمله بگیم و خلاص، امپراتورای روم تو اوقات فراغتشون هر کاری که میخواستن انجام میدادن. هیچ محدودیتی هم نداشتن، به همین راحتی. بگین ببینم دوست داشتین امپراتور می بودین؟ کدوم تفریحشون رو بیشتر دوست داشتین؟ من که دوست داشتم سس گاروم می خوردم. مدیون این چیز دیگه ای فکر کنین.